ассалому алайкум мардуми муҳоҷир, мардуми тоҷик. Аз шумо як хоҳиш дорам. Ман фарзандамро гум кардам. Аз хона соати 9 баромад, гуфт ки ман ҷуръаҳомкатӣ бозӣ мекунам. Бегоҳ шид барнагашт хона. Ман 6-7 рӯз мешавад ки дар ҷустуҷӯи фарзандам ҳастам. илтимос мекунам ки ягон кас дида боша, гумон карда боша, дар ҳамин номеро занг занед. Ман аз ноҳияи Ёвон ҳастам. номи ман Идибек, номи фарзандам Анис, синфи 6 мехона, 12 сола аст. روز بخیر دوستان عزیز، خداوند حفظتون کنه. خیر با ادامه زندگی هستیم. رحمت به پدر مادر تو، پروردگار سربلند باشه، خداوند دستی کم نبینه، خداوند همه وقت خونه تو پر برکت باشه. دوستان که چقدر حرکت میکنی، دستگیری میکنی، یعنی که دستگیری شما چی است؟ دعای نیک میکنی یکمش، بعد همون لایک کامنتر میمونی. الحمدلله این خواهرکی که مقصد قطعی گودکاش گم شده بود، طول 2-3 هفته شد. با خواست خداوند و دستگیری شما پیدا شد. از شهر قرغان بختر میگیم پیدا شد. الحمدلله شوهرش زنگ زد، این اکم متاسفانه همین نداری، از همت کردن خشتورش مونده نمیتونیم صورتاش دیم بوره. خیر وش مخه میکنم. دودرکی که میبینید دوستان مهربان، این دودرک سیم 6 از ناحیه یومان، نوم فامیلش می نویسم، فراموش کردم، نومش انیس، سیم 6 12 ساله از ناحیه یوان. مراجعت به برادرایی که در یوان اندام تریتوری رقم ملت پرست نیست، پروسه ناحیه یوان بسیار همین دودرک گم شدگی. پدرش در تاجیکستان اوجه کافته است. به خاطر خدا ما هر یک کاری که میکنیم خواهش میکنم همه به خاطر خدای دوستان مهربان میتونی زنگ بزنی، از نام سلام بگی و اگر امکانات باشه رقم پدرش هم این واتساپش میمونه، هم تاجیکستانش. کسی ببینه هم دودرک انیسجان که ویدیو را دیدی، دودرجان که در زندگی جنگ جنجال خودگی میشه پستی بلندیو، پدر مادرت زیغ نکن، برا دودرجان و خونتونه. ان شاء الله پدرت کوفته است. یعنی خواهش میکنم رحمت برای همه دستگیریتون دوستان مهربان. من از همه شما میندارم، همه تا به خاطر الله دوست میدارم که چقدر حرکت میکنی. این نوار که تو هستی من ده تدعم میمونم. یا تا دیگه برای خدمت کردن برادر خودمون الحمدلله باز میگم چیکار میکنه. دوستان مهربان، این رقمی که میبینی این رقمی اکای شمس‌الدین است. از نام من صحبت کنی، سخن کنی. ان شاء الله هم دامش نیوسلو میاد در خونتون، هم میگه میتونه میاد در چی میگن در بالنیساشون، در کاتلنیکی، در بالنیسا دو تا کدوم واریانت به شما مقصد ضرور است. با هم واریانت میتونی ان شاء الله چیکار کنی، زنگ بزنی برای کودکاتون خدمت کنی. یعنی دست حلال کردنی کودکو نرخ نوش ارزون نه، پروفسیونال نه، خودش پروفس چی میگن وراچی کالون نه. خیلی مقصد آدم کوچگی نیست، آدم یکم پرستوی باشه، نو یادگیری باشه. با هم خاطر بهت متخصص خوبه ان شاء الله پروردگار خودش بهت برادری خدمت زنگ زنی اکش شمس. این رقم فقط برای خدمت کردن او پیشنگیش که ماندم دوستان مهربان و برای هم پدری گمشدگی بود و هم برادری انیس جان بود. این برای خدمت کردن. خدا نگهدار. برای ریکورد دوستان زنگ بزنید. خدا رحمت کنه گذشتگان همه تا با خاطر اولاد دوست میدارم. رحمت برای دستگیریتون که مش نه دستگیری کردی. همون لایک کامنترش مو سبب میشه و اولش خداوند پیدا میشن. هم کودکا و چقدر مردم نیازمند صاحبی هم نیازهای خودشون میشن. هر کس نیازی خودش داره. رحمت برای همه دستگیری تو بشه. په لایک شپکش کنی. خیترو سلامت باشی. به شما یوتیوب هم اینترس نیست، باید شما دشنام کنی، باید شما حقارت کنی. اینکه ان شاء الله روز قیامت جواب میگی. بعد آخه چیت بگم، آخه من خیلی نصرینی نخواد ای مادری من دشنام کنی، نخواد ای خواهری من، ای فرزندی من دشنام کنی. بعد تو چی میرسه؟ تو پدر و مادر خواهر نداری یا برادر دیگر دشنام میکنی. خداوند هدایتتون کنه. السلام علیکم.